ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. قسم 4، گفتار 84. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. از بس که بر بالای سری آن آدم در تاقچه مهمانخانه یک دوتاری جیلدار راست به کنج دیوار تکیه کننده ماندگی بود، یکی از رفیقان: باید حاجی عبدالعزیز همین کس باشد گفت. اما دل من این تخمین را قبول نمی کرد، چون که افتو بشره گرگانه چشم تنگی بدخواهانه، پیشانه ترشی غضب نشانه، قیافه متکبرانه و خود آرایی خودپسندانه او در دل من ننشسته بود و دل من نمی خواست که حاجی عبدالعزیزی که ما سالها با سیمای او را غایبانه مثل یک سیمای صنعتی روح افزا در خیال خود مجسم کرده گشته بودیم، همین آدمی نفرت انگیز باشد و در دل خود گذرانیدم. اگر حاجی عبدالعزیز همین آدمی منفور باشد، من از وی دست کشیدم و به قول سعدی شیرازی عطای او را به لقای او بخشیدم. در همین وقت پیش خدمتی بای صاحبی توی که نمدهای روی صفه را خون داشته ایستاده بود به ما نزدیک شد. من او را با اشارت پیش خود آورده و آدمی پیشگاه نشین را به او نشان داده: مگر حاجی عبدالعزیز دوتاری سمرقندی همین است؟ گفته از او پرسیدم. نه، گفت پیش خدمت مت کشیده با آهنگی که گویا مرا به این غلط فهمی هایم طعنه می زده باشد. یک سازنده اینقدر شأن و شوکت و زیب و زینت را از کجا می یافت؟ گویان او آهنگی طعنه‌آمیز خود را شرح داده روشن‌تر کرد. پیش خدمت با این سخنان آخرین خود گویا گفتن می خواست که نخواد تو همین قدر بی‌تمیز باشی که سازنده هر جایی را از یک آدمی بزرگی دبدبه‌دار فرق نمی کنی. بعد از آن پیش خدمت علاوه نموده گفت: این کس محمد رحیم تایچه سمرقندی می باشند که از بایهای دنیا بوده حاجی عبدالعزیز بر این چند نفر یتیم و خدمتگار دارند. این کس مهمانی عزیزی خوجین ما می باشند که برای به توی خبر کردنی این کس پسری کلانشان را به سمرقند فرستاده با عزت و حرمت به زور آوردند. من هرچند از سخنان طعنه‌آمیزی آن کاسلی سیبای بسیار رنجیده باشم، هم با سخنان آخرینش مانند کسی که در وقتی خوابی پرحول دیده ایستادنش ناگهانی بیدار شده بی اساس بودن آن حول و ترس را فهمیده شاد شده باشد، از آن پیش خدمت خرسند شدم و در دل خود شکر کردم که هرچی این آدمی بدبشره حاجی عبدالعزیز شده نبرآمد و در حال از پیش خدمت پرسیدم: پس حاجی عبدالعزیز در کجاست که می گفتند او هم در این توی با دعوتی مخصوص آورده شده است؟ آره،
آورده شده است. گویان پیشخدمت از تریزه به طرف پایگاه مهمانخانه نگاه کرده، کسی را که ما او را از تریزه ندیده بودیم و در طرف پایگاه نشستنی حاجی عبدالعزیز را هیچ گمان نکرده به آن طرف چشم هم نه انداخته بودیم، نشان داده حاجی عبدالعزیز انا همان آدم گفت. ما به آن آدم مانند داماد شوندگان زمانی پیش که به عروس شوندگانشان از بالای دیوار یا ترقشی در با شوق و هوس نگاه می کردند، از شیشه تریزه با کمالی شوق و هوس و دقت چشم دوختیم. آن آدم یک شخصی خرمای موی، سفید روی، کشاده پیشانی بود که گویا چشمان آبداری مهرنگیزش برابری لبان خنده آمیزش تبسم می کردند. او در زیر لباسهای عادی تازه و آزاده خندان شکوفان نشسته، پهلو نشینانش را نمیدانم با چگونه سخنهای شیرین می خنداند. چرا او در این بزم نخواند و ننواخت؟ گویان من از پیشخدمت با تعجب پرسیدم. کاسلی سیبای پس از آن که به من یک نگاه استهزا آمیزی کرد، اکه خاری شما یک آدمی ساده می نمایید گفت. آخر خوجه این یک مبلغ کلان خرج کرده او را نه برای آن آوردند که به پای برهنگانی سر از کجا پای از کجای دایره خبر بزم کرده دیهند. برای آنها همین بزمی دایرگی دوری و غوری هم بس و برزیاد است. خوجه این ما این قدر خرج و تشویش را برای آن کشیده اند که به بایها و بای بچه های بخارا بزم خاصگی خانگی کرده دیهند. دیگر در خانه این بای امیدی شنیدنی آوازی دلنوازی حاجی عبدالعزیز در ما نمانده بود. دایره خبرها هم قریب برآمده تمام شده، حولی از آدمانی بیگانه خالی شده بود. اگر دیر مانیم یا در برآمدن سستی کنیم، صدای مهمانانی عزیزی ناخوانده خوش آمدند را شنیدنمان مقرر بود. بنابراین ما هم با دلهای کشال از آن بزمخانه پرملال برآمده رفتیم. طبیعی است که در راه و در حجره قاری عثمان که بعدی از بزم برگشتن در آنجا نشسته بودیم، همه گفتگوزاری ما حسرت و ندامتی از دیدن بزم حاجی عبدالعزیز محروم ماندن بود. ما در آن وقت به آن تشنه مانند بودیم که به سرچشمه آبی گوارا او را برده اما بنوشیدن راه نداده از آن سرچشمه دور کرده باشند، یا مثل آن گشنه‌ای بودیم که بعد از به پیشش نهادنی طعامی با لذت او را از خوردن باز داشته باشند. اشرف جان صندوقساز که بنابر بند بودنش به مهمانداری شوهری همشیرش آن شب با ما به آن بزم نرفته بود، در وقتی که ما در حجره قاری عثمان حسرت خورده نشسته بودیم، او هم از مهمانداری فارغ شده آنجا آمد و افسوس و ندامت کرده نشستنی ما را دیده گفت: افسوس خوردن و حسرت کشیدن در کار نیست. درست است که حاجی عبدالعزیز را از سمرقند آوردن دشوار بود. اکنون که او در اینجاست، یک ضیافت تیار کنیدان، من او را گرفته می آرم و یک بزم خانگی خاصگی جمشیدی می کنیم. بزم خاصگی خانگی بای سرش را خورد. ضیافتی را که سزاواری حاجی عبدالعزیز باشد، ما با این بی سر و سامانی چگونه تیار کرده می توانیم؟ گفت یکی از رفیقان.
برای حاجی عبدالعزیز تکلفی بر زیاد لازم نیست. هر کس طعامی را که هر روز به تنهایی یا در پیش پدر و مادرش می خورد در یک جا جمع کرده پزیم کفایه است، گفت اشرف جان. من که با او در سمرقند شناس و حالدان شده ام، اگر گویم که چند نفر ملا بچگان قشاق صنعت دوست که در بین آنها شاعران هم هستند در آرزوی دیدن شما می باشند، او آمدن می گیرد. پس حق قدم او را چی می دهیم و کی می دهد؟ گفته من پرسیدم. در این گونه مورد به او حق قدم دادن در کار نیست، گفت اشرف جان. اگر چیزی دهیم نمی گیرد، هم حتی می رنجد. با این مصلحت و بشارت اشرف جان امیدهای مرده ما گشته زنده گردیدند و دلهایی از مایوسی پژمرده شده دوباره سبزیدند و شکفتند و در خود همان مجلس هر کدام از رفیقان چیزی برای ضیافت وعده کردند. ضیافت و بزم شدنی را در حجره قاری عثمان که وسیع‌ترین حجره های آن مدرسه چه بود تشکیل کردنی شدند. معین کردنی وقت، تهیه اسباب ضیافت به وعده حاجی عبدالعزیز وابسته ماند. اشرف جان وعده داد که در نخستین شب فراغت حاجی از توی بای برای به اینجا آمدنش از او قول خواهد گرفت. نهایت آن روز فیروز رسید. اشرف جان مژده رسان شد که همان شب حاجی را خواهد آورد. رفیقان هم موافق وعده خود اسباب ضیافت را مهیا کردند. تنها قاری شریفی کارگر که گوشت آوردن را وعده داده بود هنوز نآورده بود، اما او وعده خود را تکرار و تأکید کرده گفت که بعد از شام خواهد آورد. بای بچه غلام جان که قند وعده کرده بود نه آورد و خودش هم نیامد. وقتی که یکی از رفیقان به خانه او رفته وعدهش را به یادش رسانده است، او گفته است من امشب به کاری ضروری بند می باشم، خود رفته نمی توانم. مادام که خود نمی روم گمان می کنم که چیزی دادنم لازم نیست. این خبر را شنیده رفیقان در غضب شدند، اما من گفتم شوریدن لازم نیست. بایها اگر همین طرز صرفکاری نمی کردند بای نمی شدند. در من قندی تیار هست که حاضر می آرم. تنها با صرفکاری هم آدم بای نمی شود، گفت قاری عثمان که از این کاری غلام جان بسیار خشمگین شده بود. صرفکاری و دزدی نمی کردند بای نمی شدند گوید، گفته سخنی مرا تصحیح کرد. من بیت مشهوری بی دل را که در عرفان می گوید کیسه هیچ کس ندید پوری تا نکرد ارتکابی کیسه بوری به یاد آورده تصحیح او را قبول کردم و در حال به حجره ام رفته قندی را که همان روز به من تحفه گویان نصرالدین مخدوم آورده بود گرفته بردم. از سری شام به تیار کردن آش پلو در آمدیم. ما باید تا آمدن میهمانان گوشت و پیاز را بریان کرده، سبزی را انداخته و برنج را در آبی جوش تر کرده می ماندیم و بعد از آمدن میهمانان برنج را انداخته دم می کردیم. بنابراین من به سبزی را نرگسی کنی مشغول شدم و قاری عثمان روغن را داغ کردن گرفت. روغن داغ شد، اما هنوز از گوشت درک نبود و بیمی آن بود که روغن درگیرد. بنابراین قاری عثمان آتش را از زیر دیگ کشیده ماند. ما باز فرصتی منتظر شدیم. هنوز از گوشت درک نبود. بعد از آن خواستیم که به خانه سیخ کباب پس رفته از وی نسیه گوشت گیریم و فردا حسابی او را با گوشت یا با پول برابر کنیم.
ما هنوز به مقصد گشتیابی از حجره نبرآمده بودیم که آوازی پای کسی شنیده شد و آینده بی آنکه با عادتی مدرسه تق تیق کند جان سرک در را گشاده سراسیمه وار به حجره درآمد. این قاری شریفی کارگرد بود که به ما گوشت وعده کرده بود، اما در دستش گوشت نبود. گوشت چی شد؟ گویان قاری عثمان از وی پرسید با آهنگی ناخشنودانه. بلا به پسی گوشت قریب به دست افتاده بودم، گفت قاری شریف. مگر به جای برای گوشت دزدی رفته بودی؟ گویان قاری عثمان تعجب کنان پرسید. نه، به هیچ جا برای گوشت دزدی نرفته بودم و نمی رفتم هم، گفت کارگرد پسر. اما از خانه خودمان هم بی دزدی گوشت را به دست در آوردن ممکن نبود، زیرا پدر و مادرم گوسفندی را که دستی پروا کرده کشته گوشتش را تار کشیده بودند میخواهند آن گوشت را تا بهار به روزگار رسانند. در این صورت البته روی راست به من یک پرچه گوشت را نمی دادند که جایی برده با جوره هایم پخته خورم. مگر پدری تو هم مانند پدری غلام جان بای شدن می خواهد؟ گویان قاری عثمان سخنی او را بریده باز پرسید و دوام کرده گفت بعد چی شد؟ بنابراین من منتظر شدم تا که شب تاریک شود و از خانه به مقصدی به مدرسه رفتن برآمده اول به تهخانه در آمده گوشت را بردارم و گربه‌وار به در گریزم. وقتی که تاریک شد از خانه برآمده بی آنکه صدای در را برآرم به تهخانه در آمده گوشت را از تار گرفتم و در وقتی از تهخانه برآمده در پوشاندم مگر از سراسیمگی آوازش را برآوردم که مادرم شنیده کیست؟ کیست؟ گویان چراغ به دست از خانه در تاز بر روی صفه برآمد. من هم خود را به او نشان نداده بر رهروی بیرون گریختم. در همین وقت پدرم که از کوچه آمده ایستاده بوده است با من روبرو واخورد و آوازی مادرم را که هنوز کیست؟ کیست؟ گویان فریاد می کرد شنیده با هیجان از من چی گپ؟ گفته پرسید. هنوز من به او جواب نداده بودم که مادرم آوازی پدرم را شنیده چراغ به دست بر رهروی بیرون برآمده به پدرم گفت دری تهخانه ترقی کرده رفت، مبادا ناخلفی به آنجا در آمده پنهان شده باشد. مادرم مرا در آنجا دیده از من پرسید تو هنوز اینجا بودی؟ اینجا بودم. گویان خلاجا را نشان دادم. برای همین همیشه از سر شام دروازه را بندیتان می گویم. گویان پدرم از دست مادرم چراغ را گرفته پیش در آمد و ما از دنبال او همگی به دری تهخانه رفتیم. در حقیقت من دری تهخانه را چنان سخت پوشانده بودم که با ضرب خود دوباره نیم کاف شده مانده بوده است. ما به آنجا در آمدیم. در روی خاک یک پرچه گوشت می ایستاد، اما در آنجا کسی نبود. مادرم گفت معلوم می شود که من زنجیر کردن دری تهخانه را فراموش کرده بودم که گربه در آمده از تار 2 پرچه گوشت را فراورده یک پرچه اش را گرفته گریخته بوده است. با همین پدر و مادرم خاطر جمع شدند و من هم خاطر جمع شده از حوری آمدم. آخر بی گوشت آمدم گویی چی؟ گفت قاری عثمان خشمگینانه. نه، آوردم. گویان رفیق گوشت دزدی ما کیسه جامه تهپوشی و کیسه بغلش را خالی کرد که از آنها 2 ایلیک سیرگوشت با یک پرچه گوشتی لحمی ران برآمد. بعد از آش را آب و روغن کرده ماندنمان قاری کمال و قاری نجم آمدند. آنها هرچند از آمد و رفت کنندگانی اختیاری اینجا باشند هم امشب به شرف حاجی عبدالعزیز مخصوصاً دعوت شده بودند.
بعد از ساعت اشرف جان حاجی عبدالعزیز را با دوتارش گرفته آورد. آن شب تا دمیدن صبح حقیقتاً بزم جمشیدی شد، اما بزم جمشیدی کم بخلانه بود، چون که از خوردنی ها تنها آشی پلو با نان جوباری دسترخوان ما را زینت میداد. از نوشیدنی ها فقط چای کبود و چای فامیلی را با قند مهیا کرده توانسته بودیم و از روشنایی دهنده تنها لمپه هفتم می افروخت. هرچند قاری کمال و قاری نجم در وقت دمگیری های حاجی بعضن غزلخوانی کنند، هم اساساً او با نواختن دوتار و با سرودن غزلهای آبدار رشکاوری بلبلانی گلزار بود. حاجی آن شب تماما از شعرهای کلاسیکان تاجیک خواند. از آن جمله یک غزلی لیریکی ردیفش نازی بیدل را سرود که یک بیتش در یادم مانده است و به یادگاری آن شب در اینجا قید می کنم. چشمی مستش عین ناز، ابروی مشکین نازی محض، این چی طوفان است یا رب ناز بر بالای ناز. این چنین از لیریکه های کماری خوجندی چند غزل خواند که از یک غزلی ردیفش نتوان کرد 3 بیت در خاطرم نقش بسته مانده بود که آنها را نیز برای یادآوری آن مجلس در اینجا نوشتن مناسب دیده شد. گر تیغ زند دشمن و گر طعنه زند دوست، قط از تو و سودای تو قطعا نتوان کرد. در دولت خوبی به گدایان دری خیش، لطفی بکنیم روز که فردا نتوان کرد. دردی زی تو در جانی کمال است که آن را الا به وصالی تو مداوا نتوان کرد. این بود اولین ملاقات و شناساییم با حاجی عبدالعزیز. غیبت خانه. کلانان گذری لب حفظ ارباب مدرسه‌چه آنجا را غیبت خانه می نامیدند. بنابراین فرزندان خود را به آمد و رفت کردن به آنجا راه نمی دادند. از بای بچگانی آن گذر به آنجا گاه غلام جان می آمد که وی هم از پدری سختگیر و عمکی سخت دیندارش اینجا آمدنش را پنهان می کرد. فرزندان دیگری کلان شوندگان آن گذر که پدرهاشان آنها را از رفت و آی این غیبت خانه منع کرده بودند، در شبهای دراز زمستان از دلتنگی در سماوارخانه گذر غن می شدند. سماوارخانه گذر چایخانه نبود و قابل نشستن هم نبود، بلکه یک خانه سیاه دودآلود افلاس بود که وظیفه صاحب آن تنها آب جوش فروشی بود، نه چای تیار. این سماوارخانه از رهروی تنگ و تاریک حولی صاحبش یک دری درآمد داشت که دری درآمد آن رهرو هم
به یک پسکوچه تنگی تاریکی بالایش پوشیده گشاده می شد. غیر از این سماوارخانه از طرفی لبی رود که وی هم یک پیاده‌گردی کمره و آی بود، یک دریچه پتکی تنگ داشت که آبی جوش خرندگان چاینک‌هاشان را از همان دریچه داده آبی جوش گرفته می بردند. به همین طریقه این سماوارخانه برای کردن هر گونه کارهای مخفی قابل بود و صاحب سماوارخانه کوکناری بوده. اولین کاری او جوانان را کوکنار نوشی عادت کناندن بود. کاری دیگرش این بود که در دکانش خونشدگان را به قماربازی و قرطبازی تشویق کرده در وقت بازی آنها خود چوتل می گرفت. خلاصه کلانان و دینداران گذر فرزندانشان را از رفت و آمد به این غیبتخانه منع کرده بیشعورانه با دست خود نوری دیده هاشان را به لایدان قماربازی، قرطبازی و کوکنار نوشی تیله می دادند. غیبتخانه نام نهاده شدن مدرسه‌چه لب حفظ ارباب یک درجه درست هم بود، زیرا باشندگان و آیندگان آنجا در قطار مشغولیت هایی که در بالا قید کرده شد بیت برک بازی، بازی، سرود و موسیقی و مانند اینها یک قسم مهمی وقتهاشان را به غیبت صرف می نمودند. فقط بیشترین غیبت های آنها غیبت های شخصی نبوده، شکایت های اجتماعی بود، چنانچه از میرشب، از قاضی و رئیس و از امیر و اهل دربار او و عموماً از حاکمان شهر و صحرا و از کردارهای بدی به عامه ضررناک بایها و ایشان و ملاها شکایت می کردند. در آن وقتها در شهر بخارا عبدالرحیم بیک نام میرشب بود که به قول آدمان سالخورده شهر بخارا از او بدتر میرشب را ندیده بود، بلکه او بدترین میرشب ها بود. عموماً مأموران امیر، قاضی ها، رئیس ها، حاکم ها و دیگرها از خزینه ماهانه نمی گرفتند و با یگان راهی که از زمان پیش عادت شده آمده است معیشت خود را تأمین کرده به امیر هم پیشکش می کردند. درست است که آن مأموران هم بسیار پاره و رشوه می خوردند و بر سر اهالی جنجال ها خیزانده خانه هاشان را خراب می نمودند. با بایان و سودخوران یک شده مردم را تالان و تاراج می کردند. با بهانه اندازگیری خلق را حتی به فروختن دختر و پسرهاشان وادار می نمودند. در این میان آنها منبع درآمدی روی راستی عادتی هم داشتند. اما میرشبها یگان درآمدی روی راست نداشتند. وظیفه اولین آنها دزدان را دستگیر کردن بود، لیکن با دزدان شریک شده مردم را تاراج می کردند. وظیفه دیگرشان قماربازی را منع کردن بود، اما در قراولخانه های خود قمارخانه گشاده نام آن را پایتوخ مانده بودند که از نیمه زیادی برد و بای قماربازان با نام چوتل و کیسه آنها می در آمد و مانند اینها. شما گفتار 84 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.